اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. معاون اقتصادی ریاست الوزراء ملا عبدالغنی برادر آخوند، سرپرست وزارت فواید عامه ملا محمد عیسی ثانی و بعضی مسئولین دیگر امارت اسلامی امروز 27 کیلومتر سرک از ارغنده الی بازار دورانی را به منظور قیریزی افتتاح کرد. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل و هیئت همراهش بر تقویت و گسترش روابط فرهنگی افغانستان بر اساس احترام متقابل با همسایه‌ها تاکید کرد. آقای خیرخواه نقش رسانه‌ها را در روشنسازی اذهان عامه و تقویت روابط مهم خواند. کارخانه دواسازی سنوفارما در قندهار روند عرضه دوا به مارکت های کشور را آغاز کرد. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می گوید با این اقدام افغانستان در بخش دوا و معالجه پیشرفت قابل ملاحظه خواهد کرد. سرپرست وزارت حج و اوقاف با رئیس سازمان بین‌المللی رابطه العالم الاسلامی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار شیخ الحدیث مولوی نور محمد ساقط سرپرست وزارت حج و اوقاف در مورد همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های دینی و علمی، حل مشکلات امت اسلامی، حفظ و تحکیم هویت و جایگاه امت اسلامی بحث و تبادل نظر کردند. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید در سال روان خورشیدی 269 پروژه انکشافی در ولایت‌های مختلف کشور در حال تطبیق است. شاروالی کابل می گوید مسئولین ناحیه 12 به منظور جلوگیری از آلودگی صوتی ساحات مربوط ناحیه مذکور 300 لاسپیکر را جمع‌آوری و ضبط کردند. اداره ملی خط آهن می گوید در هفته گذشته از 16 الی 22 ماه سرطان 60,018 متریک تن انتقالات از طریق راه آهن افغانستان صورت گرفته است.